خیلی خوب. ساعت 7:05 هم گذشت. اگر اجازه بدین دیگه جلسه امروز چای و کتاب رو شروع بکنیم. سلام مجدد میگم به همه حاضرین جلسه. امروز ما در خدمت دکتر سعید قهرمانی هستیم. دوستان شاید بعضیا به خاطر داشته باشن که ایشون قبلا با ارائه کتابشون تجربه ایرانی آمریکایی وارد جلسات ما شدن و امروز قراره که کتاب رمانی که خودشون نوشتن و بر اساس داستان واقعی هست به اسم دورنا رو برامون ارائه بدن که ما هم مشتاقانه در انتظار شنیدن این داستان هستیم. بهتون بگم که دکتر قهرمانی استاد دانشگاه وسترن نیو انگلند هستند در ماساچوست در آمریکا. و شما اگر اسم ایشون رو توی آمازون سرچ بکنین کتابای ریاضیات میاد به علاوه کتاب دورنایی، کتاب رمان عشقی که یه تضاد خیلی بزرگی است و خیلی جالبه. و ما هممون در انتظار شنیدن این داستان هستیم. بفرمایید آقای دکتر. خیلی متشکرم، ممنونم از دعوت شما و از صحبتی که کردید. من خب البته من تضادی بین اه، ادبیات و ریاضیات و رمان و اینا هیچ تضادی نمی بینم و علاوه بر اینا من 16 تا مقاله درباره ادبیات ایران در ژورنال های به اصطلاح رفرید خیلی درجه یک چاپ کردم، یعنی همیشه توی ادبیات هم بودم و یه نیمه تخصصی در حافظ شناسی دارم. به هر حال علت این که من خواستم این رمان دورنا رو بنویسم، اون کتاب تجربه ایرانی آمریکایی کالکشنی از شورت استوریز ها هست که به فارسی نوشتم و در ایران چاپ شد. بعدش کتاب دورنا من در یکی از سفران به ایران دوستای آذربایجانیم از یک خانمی صحبت کردن که از اقوامشون بود، اسمش هم دورنا نبود، من گذاشتم عوض کردم گذاشتم دورنا، یادم نیست اسمش چی بود در موقع. و این زندگی خیلی جالبی داشت و من روی این زندگی این خانم خیلی فکر کردم و رفت توی مغزم که این داستان جالبی بوده و باید حتما کتاب بشه. منتها زمان داستانی که اتفاق افتاده بود رو من آوردم به زمانی که روس‌ها ایران رو اشغال کردند، برای اینکه روس‌ها که ایران رو اشغال کردند جنایات بسیار بسیار فجیعی ازشون رخ داد و اینها البته اون موقع شوروی بود، روسیه نبود. اینا جنایات اینا در ایران هرچی دنبال کتاب گشتم هیچی پیدا نکردم، دوستام هم پیدا نکردم که در مورد این جنایات چیزی باشه، ولی 6 کتاب در آمریکا پیدا کردم و این کتاب ها رو به دقت خوندم تا بفهمم دقیقا اینا چی کار کردن که وقتی دورنا رو می نویسم جو اون موقع رو خوب ترسیم کنم. و تعداد زیادی از این وقایعی که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح برای دورنا اتفاق نیفتاده، ولی من توی ریسرچی که میکردم به این داستان ها برخوردم و اینها رو به اصطلاح در رمان اینها رو جای دادم. ولی یه خطی اگه وسط تمام این داستان یک خط مستقیمی هست که اون خط مستقیم به وقایعی که برای دورنا افتاده بسیار نزدیک هست و این اتفاقات برای این خانم بی‌نظیر افتاده بود. بعد تصمیم گرفتم که کتاب رو از زبان خود دورنا بنویسم، یعنی دورنا میاد این کتاب رو به عنوان خاطراتش در 54 سالگی که 1975 باشه
در اون موقع شروع میکنه به نوشتن این کتاب و تمام این داستان از زبان دورنا هست. و دورنا در اون موقع با وجود اینکه 14 سال از فروغ فرخزاد بزرگتر بوده، ولی تحت تأثیر فروغ بوده و خودش هم در این کتاب میگه که while I hope this memoir will one day see the light of day, I do not dare submit it to a publisher myself, since I have written it as a woman who has unleashed her feminine sensitivity and even sensuality when necessary. I learned this style from the poems of a great Persian poet, Furugh Farrokhzad. She was daring, I am not. Furugh's appearance in the social and literary life of Persia was one of the greatest phenomena of Iran's 20th century. She was the embodiment of the collective tongues of all Persian women throughout history who had not been able to describe their womanly emotions and desires. Furugh found a new language in which women could openly express that which their bodies prescribed and pronounced. With her poems, through imagery affected by a feminine life experience, she rose up against the oppression of a traditional male-dominated society. خب این در اینجا اقرار میکنه که جرأت فروغ رو نداره و چون میخواد کتابش رو با تمام به صورتی بنویسه که احساسات ایموشن های هم روحی روانی و هم سکسی خودش رو بنویسه، این کتاب خب بعد در ایران تکفیر میشه و ایشون به دردسر میفته و در نتیجه خیال نداره این کتاب رو به اصطلاح چاپ کنه. این کتاب رو میذاره تا یه زمانی چاپ بشه و وقتی که این رنگ در قسمت های دیگه کتاب میگه که در اون موقع من دیگه نیستم و شما که میخونید این کتاب رو بدونید و آگاه باشید که ما چه روزهایی داشتیم. حالا صفحه 14 من گفتم یه چیزی از اینجا بخونم ببینم چی هست اصلا. این ایشون فروغ میگم فروغ دورنا یک دختر بسیار بسیار زیبایی بوده. زیباییش به حدی بوده که در آذربایجان میگفتن که نمونه نداره، نمبر وان هست. و خودش شرح که میده راجع به قیافه خودش میگه It was 1938, the day of my 17th birthday. I was full of jubilant delight, overwhelmed with the unself-conscious arrogance of youth. I was told much more often than I wanted to hear that I was the luckiest person in the world, and God had not created anyone more fortunate than I was. All girls wanted to be me, and I was tired of so many envious glances. I was known to be one of the most beautiful girls in Tabriz. I had long, wavy, luscious, chestnut brown hair, almond eyes, and a straight, proportional, prominent nose. At that young age, my heart-shaped face, graceful neck, tan complexion, soft skin, full lips, and long legs had made me a sensual, exotic girl. I drew everyone to myself.
At times, I felt like people saw me as an innocent young person, and at others, they found me a confident, worldly woman. بنابراین این نشون میده که نشون میده، یعنی صحبت میکنه که مردم راجع به زیباییش و اینها چی میگن. دورنا دختر یک انسان بسیار بسیار برجسته هست به نام معین التجار. معین التجار یکی از ثروتمندترین افراد آذربایجان بوده و تحصیلات زیادی نداشته. 6 کلاس فقط درس خونده بوده، ولی مثل مردان اون موقع خودش به اصطلاح سلف educated، بسیار کتاب خونده بوده و بسیار خودش رو در ادبیات و در سیاست و در این رشته ها آگاه و دانا کرده بود. معین التجار آدم روشنفکری بود و 2 تا دختر داشت، دنا و دورنا، و یه پسر داشت به نام سینا. دنا دختر بزرگتر که یک دختر ایدئالیه، هم خیلی زیباست و هم خیلی با شخصیته، علاقه‌ای به تحصیل نداره. بعد از 6 ابتدایی که تموم میشه زن یک فرد بسیار بسیار شریفی میشه به نام حبیب. حبیب قالی فروشی داشته و منزل خیلی بزرگی از پدرش بهش رسیده بوده و قالی فروشی پدرش رو با موفقیت ادامه داده بود، اداره میکرد و معین التجار از ایشون بسیار راضی بود و بالاخره بدون اینکه بدونه که دنا و حبیب عاشق هم هستن و همدیگر رو دوست دارن، در خفا هم دیگر رو میدیدن و اینها، بدون اینکه این چیزها رو بدونه، وقتی که حبیب میاد بعد از 2 سال آمد و رفت و التماس و التجا، بالاخره دخترش رو به حبیب میده و دنا و حبیب به هم میرسه. سینا پسرش انسان بسیار عیاشی بوده. سینا از همون بچگی از مدرسه فرار میکرده. روزهایی که مادرش جایی میخواسته بره یا جلسه چیزی، سینا از بچه ها دوستای دیگرش هم از مدرسه بر میداشته. اینا فرار میکردن از مدرسه، میامدن منزل معین التجار یعنی پدر سینا، و بعد یک جوی آب که از خونه اینا رد می شده و میرفته توی باغ همسایه، اونجا که یک به اصطلاح باز بوده که آب بره، از اونجا خیز میکردن میرفتن توی باغ همسایه و میوه میدوزیدن و باغبان گاهی می آمد اینا رو می گرفت و به اصطلاح خب بچه ها رو گوشاشون رو می گرفت از باغ بیرون می کرد، ولی هر وقت که سینا رو می گرفت، سینا رو به زور می بردش توی تجارت خونه پدرش و پدرش خیلی از این مسئله ناراحت بود که پسرش که قرار جانشینش باشه و تمام املاک و بیزینس و همه چیز رو بعدها اداره کنه، یک انسان اینطوری از آب در اومده. سینا قمارباز هم بود، از همون بچگی میرفت قاب بازی و اینا یه جاهای متروکه‌ای توی تبریز پیدا میکردن که ابندن بود و کسی اونجا نبود. قماربازا جمع میشدن اونجا و قاب میریختن، قاب بازی میکردن. نمیدونم شما قاب میدونید یا نه. یک چیزیه که به اصطلاح ما توی احتمالات هم درس میدیم. قاب رو، قاب اولین تاسیه که بشر اختراع کرد و بوده، یعنی کشف کرد 7-8 هزار سال پیش. از استخوان قوزک پا در میاد و 6 ضلع داره
ولی مثل تاس نیست. تاس هر 6 تا سایدش به اصطلاح عین همگونن و احتمال اینکه هر سایدی بیاد مساویه. ولی قاب اینطوری نیست. قاب دو طرفش که منحنی داره اصلا هیچ وقت نمیشینه اون دو طرف. اون 4 تای دیگه هم که میشینه احتمالاش فرق میکنه. دو سایدش احتمالی که بیاد بیشتره، بعد دو ساید. به هر حال میرفتن اونجا قاب بازی میکردن و ام، از بچگی اهل قمار بود و میرفت توی آب. این یک به اصطلاح چیز بود، یک آسیاب بود و این آسیابا چاه داشتن برای که آب بکشن و بیارن آسیاب رو بگردونن. این بچه ها دستاشون رو به یک بندی میبستن و دوستاشون اینا رو فرو میکردن، میرفتن تو چاه، اونجا آب بازی میکردن و بعد باز میکشیدنشون بالا میآوردن. کار خطرناکی بود. این کار رو من در شیراز خودم دیده بودم و یک بار هم دیدم که یکی از بچه ها خفه شد اونجا توی به اصطلاح چاه. و سینا از این کارا میکرده. اه، خلاصه این داستان اینا بوده. البته دنا که درس نخوند و بعد شیشه ابتدایی عروسی کرد و رفت سراغ خانهداری. سینا هم 2 سال در کلاس هفتم رد شد و سال سوم دیگه پدرش فهمید که این درس خون نیست. از دبیرستان بیرونش کشید و برد تو حجره تا اونجا بیزینس یاد بگیره، بلکه در بیزینس یه شخصی بشه. و در نتیجه معین التجار که عاشق این بود که بچه هاش خیلی تحصیل کرده باشن، تمام امیدش به دورنا بود و دورنا دانش آموز بسیار بسیار موفق و سعی بود، درس خون بود، همیشه شاگرد اول میشد و معلم خصوصی براش میگرفت باباش. مرتب زبان انگلیسی خیلی خوب یاد گرفته بود از همون بچگی با معلمای خصوصی و اینا. و به اصطلاح نور چشم پدرش بود. پدرش عاشق دورنا بود، اگرچه سینا رو از همه بیشتر دوست داشت. تنها پسرش بود و جانشینش حساب میکرد و اینا. ولی دنا و دورنا رو هم خیلی دوست داشت، ولی به دورنا امید دیگری داشت. امید داشت که دورنا در تحصیلات علم و اینا خیلی موفق بشه و rub shoulders with the important people. یک چیز بزرگی. خب این راجع به خاندان معین التجار. مادرشون هم یک انسان بسیار شریفی بود و نقش زیادی به اصطلاح هم یه مادر مهربان خوبی بود که از اینا تکیه میکرد. ولی تصمیما همه با معین التجار بود و بچه ها هم به این شرحی که گفتم بودن. آه، یک روز وقتی که دورنا داره به مدرسه میره، در میدان بزرگ شهر شلوغی وحشتناکی میبینه. اونجا یک دعوایی شده بود بین لات و لوتا و داشتن همدیگر رو میزدن. مردم هم ریخته بودن و اینا رو تشویق میکردن که بیشتر همدیگر رو بزنن. هیچ کس اینا رو جدا نمی کرد و مرتب هم آدم اضافه می شد، به طوری که دیگه برای دورنا که باید میرفت اون طرف میدون که بعد بره به مدرسه، این امکان رفتن اون طرف میدون نبود، برای که اینقدر شلوغ شده بود که وحشت هم کرده بود، خیلی هم ترسیده بود. در این حیث و بیس یک مغازه‌داری به نام حاجی مراد ایشون رو صدا میکنه، میگه خانم معین تجار تشریف بیارید اینجا و اینا. و این میره اونجا. مغازه داره سرقفلی مغازهش رو پدر بزرگ دورنا داده بود و از ارادتمندان شدید خانواده اینا بود. ایشون میبره دورنا رو داخل مغازهش و
در مغازه رو میبنده که این شلوغی ها اگر که خیلی بدتر شد ایشون محافظت بشه. بعدش پلیس که نمیتونه اینا رو آروم کنه، سربازا و اینا میریزن و با تیرای هوایی و فلان و اینا، به هر حال مردم متفرق میشن میکنن و اوضاع آرام میشه. اوضاع که آرام میشه مغازه باز میشه و همین که پا میشه که بره، یک دفعه یه آقای میاد اون تو و تا اون آقا میاد تو دورنا خشکش میزنه، دوباره میشینه، نشسته بوده روی اصلی و پا میشه که بره، بعد دوباره میشینه. این آقا بسیار بسیار خوشندام و خوشگل بوده و میاد اونجا که قلم و اینا بخره برای خطاطی و نقاشی و اینا از مغازه حاجی مراد، و بعد در یک لحظه برمیگرده و چشمای اینا به همدیگه تلاقی میکنه. وقتی چشمای اینا تلاقی میکنه بعد دورنا میگه من یک حالتی بهم رفت که یک جرقه‌ای بود، یک شعله‌ای بود، یک چیزی بود که اصلا من رو دگرگون کرد. و میگه که با وجود اینکه به اصطلاح سالیان بود که احساسات سکسی خودش رو چیز میکرد، به اصطلاح همیشه مردهایی رو تجسم میکرد که با اونها عشق بازی میکنه و اینا، این رویاهاش و اینا. ولی میگه در اون روز برای اولین بار یک مرد واقعی ایشون رو از نظر سکسی اراوز کرد. بعضی چیزا رو من به فارسی نمیدونم چجوری بگم. بعدش و مدت هم نمیدونست که آیا واقعا عاشق شده یا یک فیزیکال اترکشن خیلی شدیدی به این مرد پیدا کرده. همونجا تا وقتی که اون مرد تو مغازه بوده این میشینه و وقتی که میره بعد حاجی مراد براش تعریف میکنه که این معلم خط و نقاشی و موسیقی و ویولونیسته و پدرش هم خطاط بوده و از این صحبت ها. و بعدش اینا به هر حال این از مغازه میاد بیرون میره سر کلاس. سر کلاس هم معلم داشته راجع به مشتق چند جمله ها زیر رادیکال درس میداده و بعد این فکر میکنه، میگه که این چشمای اوشن بلوی این مرده رو که دیده، نیما، اسمش نیماست، میگه چشمهای این مثل اون رادیکاله و من مثل یک عدد اولم که از زیر این رادیکال هیچ وقت نمیتونه بیرون بیاد. این معلمه این درس ها رو میداده، اینم این فکر رو میکرده که به هر حال ریاضیات تحت. به هر حال عصری که تمام مدت فکرش توی دیگه نیما بوده، عصری که میاد از مدرسه بیرون همش ناراحت بوده که خب چجوری دیگه اینو هیچ وقت نمیبینه. میاد تا به هر حال دم در خونهشون. اون روز نوکرشون مشدی خواب افتاده بوده، یه قرصی خورده بوده و هرچی این در میزنه این باز نمیکنه و اینا، مجبور میشه که اونجا روی سکویی که دم درشون سکوهای سنگی بوده اونجا بشینه. وقتی میشینه یه دفعه میبینه که نیما اون ور میدان وایستاده و همینطور خیره هست به این. و بعد میفهمه که نیما صبحی از مغازه حاجی مراد ایشون رو دنبال کرده تا مدرسه و بعد عصر هم آمده دم مدرسه ایشون رو دنبال کرده تا خونه که هم خونهش رو یاد بگیره و هم مدرسه رو. و از این بابت بی نهایت خوشحال هست. ایشون بسیار خوشحاله و به هر حال میاد خونه. مشتی بالاخره در رو باز میکنه و ایشون وارد خونه میشه
و اونجا عمه خانم بوده. عمه خانم یک شخصیت بسیار بسیار مهم این داستان هست. عمه دنا و دورنا و سینا آدم بسیار بسیار تراستورتی بوده، خیلی بهش اطمینان داشتن و کانفیدانت همشون بوده و می آمده و با وجود اینکه خودش 3 تا دختر داشته می آمده اونجا وای می ساده پهلوی برادرش و اینا. و این عمه خانم شوهرش هم حاجی داراب بوده. حاجی داراب هم آدم بسیار متشخص مؤمنی بوده که کارش تو کار خودش بوده و هیچ کار به اصطلاح غیر شرافتمندانه ای نمی کرده، خیلی با خدا بود. به هر حال این برای مدت درازی، شاید حدود 1 ماه، این هر روز صبح نیما اونجا وایساده و تا ایشون را میفته نیما هم پشت سرش میاد، بعد عصر هم باز دوباره اونجا وایساده تا ایشون میاد خونه پشت سرش میاد و هیچ سعی هم نمیکنه که باهاش حرف بزنه یا اینا، همینطوری فقط هی میومده میرفته اینا. با وجود اینکه 21 سالش بوده و دورنا 17 سالش بوده، ولی اونم عقلش به 21 ساله ها نمی برده که این کارو میکرده در روز. به هر حال یه عاشق عجیب و غریبی بوده. بعدش این دیگه میاد عمه‌شو بیدار میکنه، عمه‌شو به زور میبره اتاق خودش میخوابونه و بعد یه شب بیدارش میکنه و راجع به عشقش به نیما میگه. عمه خانم بهش میگه که نیما چه کاره هست، میگه که نیما معلم فلان هست و موسیقی و خط و نقاشی و اینا. بعدش میگه که فراموش کن، این هیچ وجه من الوجود پدرت قبول نمیکنه که تو زن این بشی و این مسئله ممکنه خون بپا کنه و خلاصه این گوش نمیکنه دیگه، این عاشق بوده دیگه و آم، همینطوری هر شب میخوابیده اونجا با عمه خانم رو بیدار میکرده، باهاش درد دل میکرده. بعد نیما یک روز میاد جلو و به ایشون میگه که اه، من میخواستم با شما چند دقیقه صحبت کنم، به من اجازه بدید. و دورنا هم میگه که نه، من با شما هیچ حرفی ندارم. و بعد راه میفته و نیما خیلی ناراحت میشه. دورنا خیلی به خودش بعداً پشیمون میشه و بد و بیرام میگه پس فرق من با بقیه زنها چیه؟ من با بقیه دخترها چه فرقی دارم؟ من همیشه فکر میکردم که یک آدمی هستم که آه، مثل شیرین هستم، شیرین و خسرو، داستان که آدم بسیار بسیار دلیری بوده و پیرو تردیشن نیستم و فلان و بسار اینا. ولی حالا در عمل یه دفعه شدم یک زن سنتی بدبخت مفلوکی و خیلی از این کار خودش خجالت میکشه. ولی هر مدت ها به هر حال دیگه نمیاد نیما و این خیلی ناراحت و غمگین و دیپرس بوده. و تا اینکه بعد نامه های از یه دوچرخه میاد میزنه به ایشون و بعد بهش یواشکی یه نامه این کتاباش میفته، نامه میذاره لای کتاب میده بهش و این میره و باز میکنه و اینا. و به هر حال نامه خیلی زیبایی از نیما، نامه عاشقانه بسیار بسیار زیبایی از نیما، اون نامه رو میخونه و بعدش خیلی هم خوشحال و اینا. حالا ببینم من یه چیزی بلکه بخونم از این توی این. آها، میگه که این خیلی جالبه اتفاقا. میگه که در مورد خودش میگه که years later I read in Salinger's The Catch in the Rye that a woman's body is like a violin and that it takes a terrific musician to play it right. خب بدن زن مثل
ویالونه و باید خیلی انسان میوزیشن قوی باشه که این ویالون رو درست پلی کنه. After I read this, I realized that way back then I had imagined Nima's body like a violin. این فکر میکرد که بدن نیما هست مثل ویالونه، نه بدن خودش. I was the musician who played it, even though it took me a great deal of practice before I could play it like the terrific musician Salinger had in mind. یعنی در رویاش اینطوری تصور میکرده که این هست که به اصطلاح با بدن نیما رو مثل موزیک پلی میکنه، نه اینکه اون باشه. یعنی تا این اندازه ایشون فمینیست واقعی بوده، خیلی شجاع بوده به اصطلاح، با سنت های مملکت بسیار بسیار از سنت های مملکت بسیار جلو بوده. خب نامه های زیادی رد و بدل میشه و بعد این یک روز به اون قاصد که بچه دوچرخه سواری بوده بهش میگه که این یه جایی رو بلد بوده دورنا که یک درخت چناری بوده کنار یک رود آب و هیچ وقت هیچ کار رو اونجا ندیده بوده. همیشه میرفته اونجا، از بچگی میرفته اونجا مینشسته و با خودش خلوت میکرده، فکر میکرده اینا. آدرس اونجا رو به این پسره میده، میگه که به نیما بگو که مثلا فردا ساعت 4 که مدرسه تعطیل میشه من میرم اونجا و تو هم بیا اونجا. خب این اولین اقدامیه که ایشون میکنه، میره اونجا و بعدش با وقتی میره نیما اونجا آردی وایساده و تکیه کرده به درخت چنار رو اینا و بعدش این میره وای میشه پهلوی این و هیچی نمیگه، یه سکوتی برقرار بوده. بعد یه دفعه نیما برمیگرده میگه من همیشه فکر میکردم که اگر اه، انجل ها انسان رو ببینن آیا سلام علیک میکنن یا نه، و حالا فهمیدم که نه، سلام علیک نمیکنن. اینا به هر حال حرف رو باز میکنه و بعدش دیگه با هم صحبت میکنن و هر روز این کار رو تکرار میکرده برای اینکه 4 که تعطیل میشدن تا ساعت 5 مادرش منتظر این نبوده، چون با بچه ها میرفتن بستنی میخوردن، مینشستن صحبت میکردن اینا. مادرش نمیدونست حالا این دیگه با بچه ها نمیره اون کارا رو بکنه، میره پلو نیما و این مسئله هم تو ادامه پیدا میکنه تا نیما میخواد بیاد خواستگاری و بعدش دختره که 3 ماه با این هر روز اونجا میدیدن همدیگر رو، میدونه که این ازدواج، این خواستگاری آمدن این رابطه رو تموم میکنه و اینم میدونسته که نمیخواسته که این رابطه تموم بشه. دورنا میدونسته که پدرش و اینا به هیچ وجه رضایت نمیدن، ولی به هر حال وقتی اون میگه من میخوام بیام خواستگاری و اینا و باید پدرت منو بپذیره، این فکری میکنه، میگه این انسان بسیار بسیار خوش صحبتیه، خیلی آدم لایقیه، آدم بسیار زیباییه، شاید آمد و یک دفعه به دل پدر این نشست. امیدش به این هست. بعد میاد به عمه خانم میگه که شما به پدرم بگید که حاجی داراب یه دوستی داره و این دوسته میخواد بیاد خواستگاری و شما به خاطر حاجی داراب اینو بپذیرید. پدرش هیچ کس رو نمیپذیرفته، بالاخره به زور عمه خانم و به احترام حاجی داراب اینا رو میپذیره و این میاد بالا اونجا و وقتی که میاد اونجا ایشون اصلا به طور کامل هم خودش و هم مادر پیرش که با عصا می آمده اینا به طور کامل شوکه میشن از تشکیلات
پدر چیز که میبینن، خونه دورنا رو که میبینن، خونه دورنا اول وارد که میشدید یه هشتی داشته، یه هشت ضلعی بهش میگفتن، هشتی در ایران مثل یه منشور اون جلو، که کسی توی خونه رو نبینه. بعدش می اومده یک به اصطلاح قسمتی داشته که سه تا اتاق داشته، دست مشتی بوده که نوکرشون بوده، و بعد یه دیوار عظیمی بوده اونجا. بعد از توی اون دیوار یه دری بوده که میرفته قسمت دوم. قسمت دوم یه آشپزخونه بزرگ داشته، یه تالار داشته و چند تا اتاق برای مراسم مذهبی و اینا که اینا سفره میدادن و فلان و بسار اینا، و برای میتینگ ها، چون پدرش یک رهبر سیاسی هم بوده، خیلی وقتا میتینگ های پولیتیکال اونجا میذاشته، مردم رو دعوت میکرده اینا. و بعد باز دوباره یه دیوار عظیمی بوده و بعد یه دری که میرفته به قصر اینا، که قصر بسیار بزرگی بوده با درختان زیاد و باغ و فلان اینا. وقتی اینا میرن اونجا و تشکیلات رو میبینن، خب خیلی شوکه میشن و اینتیمیدیت میشن و اینا، و میرن بالا میشینن توی اتاق پذیرایی با انواع و اقسام لاکچری ها و نمیدونم مجسمه ها و تابلو ها و مبلای خیلی خیلی گرون و اینا. بعد پدر ایشون که میاد اونجا با عمه خانم و اینا، وقتی که این راجب کارش صحبت میکنه و اینا، بعد این میگه که پدره، که وقتی که این میگه که ما در خانه استیجاری هستیم، خونه رو اجاره کردیم، خونمون یه خونه کوچیکی هست که اجاره کردیم و اینا و اینا. بعد به هر حال این پدره بسیار بسیار عصبانی میشه. That infuriated Dad, and he began yelling insults. He told Nima to cut his coat according to his cloth. I heard him say to Auntie, look, sister, this empty-handed, hungry man who does not even have a nice morsel to eat has dared to ask for my mother's hand. There was a pause. Then he spoke again, this time to Nima. Look at you, the covetous violin player. You want to bite off more than you can chew. I heard him say, you do not even have the wherewithal to take a wife of your own class. I suggest that in your free time, you go play violin as a street peddler to collect some change. Perhaps then you might afford a bird of your own feather to flock with. His voice grew louder. You have no business in Moino to George's house. And then said, get out at once. و بعد اینا رو هل میده، از اتاق بیرون از پله پرت میشن. مادر هم با بدبختی میاد و میرن. و این داستان به اصطلاح آخرین چیز نیما هست که در اونجا چیز میشه. حالا اگه خسته شدید که نمیدونم میخواید ادامه خسته که بده. نشدیم، ولی فقط برای یادآوری بگم که نیم ساعت دیگه اگر بتونیم داستان رو تمام بکنیم که دیگه بحث رو شروع بکنیم. آها، بسیار خوب. به هر حال این داستان تمام میشه و بعد در همون روز معین التجار برملا میکنه که 2 سال قبلش با حشمت میرزا که یک فرد بسیار ثروتمند شهر بوده و از معین التجار هم ثروتمندتر بوده، اوشون و یه پسری داره به نام میرزا هادی که الان در فرانسه داره مثلا درس میخونه، و قرار گذاشتن که میرزا هادی با دورنا ازدواج بکنه و تا از فرانسه بیاد دورنا هم از مدرسه چیز میشه و اینا با هم ازدواج میکنن. بعدش در این موقع
مادر دورنا برمیگرده میگه که این میرزا هادی معروفه که یک انسان بسیار فاسدیه، عیاشه و ویمنایزره و هورمانگر هست و شما نباید دورنا رو بدبخت کنی و به این بدی. اوشون هم عصبانی میشه، میگه نه این در پاریس داره درس میخونه، تحصیل کرده ترین آدم آذربایجان میشه و میاد و بعدش ثروتش هم از پارو بالا نمیره و دورنا بسیار خوشبخت میشه و ما هم با خانواده حشمت میرزا فامیل میشه. مادر هر کاری میکنه نمیشه و ایشون میگه من قول دادم، اگرچه قول داده به حشمت میرزا که الان مرده و مادره میگه قول به آدم مرده دیگه حساب نیست. به هر حال آه، اینم دیگه تموم میشه و آه، دیگه دورنا تمام امیداش برباد میره. بسیار التماس میکنه به عمه خانم که عمه خانم بره و از نیما و مادرش عذرخواهی کنه به خاطر رفتار پدرش و هم این که میخواد که آخرین ملاقات، آخرین خاطره نیما این خاطره بدی که تو خونشون اتفاق افتاد نباشه. عمه خانم به زور قبول میکنه، میره اینا رو پنهانی میره منزل اه، نیما و با اونا حرف میزنه، عذرخواهی میکنه و به هر حال به اون آخر سر میگه که مثلا فردا ساعت 4 مثل همیشه برو سر قرار همیشه میتون دورنا میاد ببینه. دورنا میاد اونجا و نیما یه مقدار زیادی صحبت میکنه راجع به این که من به اصطلاح بلایند بودم و از این حرفا و بعدش این و اصلا نمیدونستم که شما از یه خانواده خیلی ثروتمندی هستید و بعدش 49 اینجا بعدش این یه مقداری حرف میزنن و این تمام مدت ایشون داشته گریه میکرده و بعد دورنا یک دفعه دو تا دست نیما رو محکم توی دستش میگیره بدون اختیار و بهش میگه که I swear by God with every fiber of my being that I have never loved and will never love again another man as I love you. You are my only love. You are my first love. And in my dreams, in the wide expanse of imagination where my thought bird takes flight freely and without fear, I will always be with you alone. Wherever I be and wherever I go, I will carry your heart with me. I will carry it in my heart. You are my kindred spirit. اینو میگه و بعدش هم بلا فاصله دستای نیما رو ول میکنه و راشو میکشه میره. نمیخواد که دیگه حرفی بعد از این پیش بیاد، میخواد آخرین حرف بین خودش و نیما این جملاتی باشه که میگه. و بعدش خلاصه تابستون میشه، عمه خانم ایشون رو میبره خونه خودش برای اینکه در عشق شکست خورده بوده و میدونسته که این دیپرشن داره و اینا، میبرتش خونه خودش و بعدم میبرتش پرلوس سوسن خانمی که خیاط بوده و خیاطی درس میداده، دخترای خودش هم خیاطی درس داده بوده و بعدش ایشون رو هم خیاطی یاد میدن و بعدش هم آخر کلاس بعد از آخرین درس یک لباس بسیار زیبای عروس درست میکنه دورنا و در خیاطی بسیار بسیار چیره دست میشه با همون 3-4 ماهی که تو تابستون میره کلاس. و بعدش هم دیگه کلاس 12 اتفاق خاصی نمیفته تا آخر سال که میرزادی برمیگرده و بینا با هم ازدواج میکنن، ازدواج بسیار شکوهمندی مثل ازدواج های سلاطین و بالغ بر
$100,000 به پول اون موقع، طلا و جهیزیه و هر چی که لازم بوده از بهترین قالیای ایران و اینا بهشون پدر چیز معین التجار به میرزا هادی و دخترش جهیزیه میده و اینا بسیار بسیار به اصطلاح ثروت بسیار زیادی رو وارد خونه میرزا هادی میکنه. خیلی چیز بوده، خیلی به اصطلاح پدره خیلی رو دروایشی داشته با حشمت میرزا اینا و میخواست نشون بده که اونم در همون سطوح حشمت میرزا به اصطلاح به همون ثروتمندیه. بعدش هم دائم پوز میرزا هادی رو اینقدر زیاد میده این ور و اون ور که حبیب و اینا رو دلخور میکنه و اونا هم زیاد دیگه پهلوی اینا نمیرن، برای که هر دفعه میرن اون هی میگه که حبیب میرزا هادی اینطوریه، میرزا هادی اونطوریه. میرزا هادی آدم بسیار بسیار عیاشی بوده و وعظهای شبانه داشته که فقط مردها می اومدن خونش و در یک تالاری مهمانی های خیلی بزرگ میداده. مادرش و خواهرش و اینا هم و بعد دورنا رو هم مجبور میکنن به اونا بپیونده. اونا همه چیز رو برای اینا تهیه میکردن با نوکرکلفت ها، انواع اطمره و اشربه از انواع ویسکی ها و مشروب های گران قیمت و اینا و تریاک و میزهای قمار و اینا و این بزمها رو مرتب به به اصطلاح برگزار میکرده و برادر دورنا سینا هم یکی از کسانی بوده که در این بزمها همیشه شرکت میکرد. بعدش اینم اخلاق میرزا هادی بوده و کم کم وایف بیتر میشه و بسیار مثلا یه دفعه غذای کمی سوخته بوده مجبورش میکنن که آشپزی یاد بگیره و آشپزی کنه و دورنا که تو خونش دست به سیاه سفید نمیزده به یه مقداری آشپزی یاد میگیره. دفعه اول میسوزونه، بعدش این میاد موهای اینو میگیره میکشه و میزنتش فلان اینا و خلاصه مرتب به بهانه‌های مختلف کتکش میزده و رفتار عجیب و غریبی داشته. شرح، چون وقت زیادی نداریم، شرح اشبازیاش رو با میرزا هادی مفصل توضیح میده. میرزا هادی چون که در فرانسه و در تهران خیلی به اصطلاح میرفته اونجا و خانم های زیادی در اختیارش بودن، این بسیار بسیار در به اصطلاح سکس زبردست بوده و یکی از بزرگترین سوالاتی که دائم باش کلنجار میره دورنا این است که آیا سکس بدون عشق لذت میده یا نمیده و فرق بین سکس با عشق و سکس بدون عشق چی هست و هی اسپکیولیت میکنه در طول داستان و میگه که از عشقبازی با میرزا هادی بسیار لذت میبره. اگرچه عشقبازی فقط فیزیکاله ولی چون میرزا هادی خیلی تجربه داره و اینا به هر حال بسیار این کار رو خوب انجام میده ولی هیچ علاقه به میرزا هادی نداره. از میرزا هادی متنفره به خاطر اینکه آدم عیاشیه و بدتر از همه اینکه اموال به اصطلاح خانواده رو که حشمت میرزا داده بوده به پسرش به میرزا هادی و گفته بوده که این برای
همه بچه هاست، تو فقط وکالت داری، به اسم تو کردم که این املاک تیکه تیکه نشه، ولی باید سهم اینا رو دائم هر چی که هر سال منافع بذاری رو هم بعد به اینا بدی سهمشون رو. این هیچ کدوم از اون سهم ها رو بهشون نمیده و تمام این املاک رو علنا صاحب میشه و میگه همش مال من هست، اموال رو میدزده. و آه، به هر حال زندگیش اینطوری بوده دیگه، آدمی هم دزد بوده، مال مردم خور بوده، هم عیاش بوده، هم به اصطلاح هورمانگر بوده، هم قمار اینا هم بازی میکرده ولی حواسش جمع بوده، مثل برادر مثل سینا نبوده، حواسش به قماراش جمع بوده، فقط به اندازه بازی میکرده که لذتی ببره و هیچ پول جدی نمیباخته. در همین حیث و بیس روسا میان، روسا ایران رو اشغال میکنن. صبح روز 25 آگوست 1941 اینا از صدای بمب ها بیدار میشن و همشون میرن رو پشت بام، میبینن آلردی نوکرا و کلفتا و اینا همه رو پشت بام هستن و چون پشت خونهشون خیلی بزرگ بوده و چندین طبقه بوده، از پشت بام مسلط بودن، میبینن که همینطور بمب میریزه تو سر گاورمنت بیلدینگ ها و اینا. و بعدش خلاصه تو خیابونا چوبه دار قدم به قدم گذاشته بودن، آدم ها رو مرتب به دار می زدن که مردم وحشت کنن ازشون، ادارات دولتی رو کنترل کرده بودن، به زنها به صورت وحشتناکی تجاوز میکردن، اموال مردم رو میرفتن از خونه هاشون میدزدیدن و کسافت هایی بودن. اینها با این ادعا آمدن که نازی‌ها ایران را اشغال کردند و کلی از نازی‌ها در خدمت رضا شاه هستند، ولی در اونجا نه دنبال نازی‌ها رفتن و نه هم اینکه اصلا به حرف خودشون اعتقادی داشتن. رضا شاه هم بهشون گفته بود که ما همه آلمان ها رو بیرون میکنیم، هیچ کدومشون نازی نیستن، اینا یه سری مهندسن اومدن اینجا راهسازی میکنن و خونه سازی میکنن، همشون رو بیرون میکنیم، شما حمله نکنید. ولی اونا گوش نکردن، شمال و رشت و اردبیل و اونجاها رو روسا گرفتن و جنوب هم که انگلیس ها هم رفتارشون این روسا بود. بعدش معین و تجار اینا 120,000 تا لشکری داشتن آورده بودن اونجا و روزی 3 بعد غذا میخواستن به اینا بدن و هیچ غذایی هم با خودشون از روسیه نیاورده بودن، میخواستن از غذای مردم آذربایجان و گیلان و اینا از مردم بگیرن غذاها رو و بدن هر روز این 120,000 لشکریانشون و اسباشون و اینا رو غذا بدن. معین و تجار آمد و همه بیزنسمن های اونجا رو جمع کرد و با همدیگه آمدن و غذاها و چیزهای مختلف رو پنهان کردن و بعدش اینا واقعیه. همه این که فقط به اندازه که پرایوریتیشون این بود که اول مردم غذا گیرشون بیاد، بعد اگر زیاد آمد به روسا بدن. روسا از این مسئله خیلی ناراحت بودن. در یک جلسه ای که معین و تجار ترتیب داده بود تا برای مردم تبریز سخنرانی کنه راجع به اینکه روسا اومدن اونجا و فقط برای کثافتکاری و اینا، در اون جلسه یک 5-6 تا از این لاتا رو توی لباس زنانه میارن اونجا و بعد اینا میزنن معین و تجار رو میکشن و معین تجار یک به اصطلاح شهید راه وطن میشه و فیونرال خیلی بزرگی براش میگذارن و بعدش قهرمان ملی میشه و بعد از اون
میرزا هادی که همه اموال خواهر و مادر و همه رو غصب کرده بوده و گرفته بوده، با مادرش دعوای شدیدی داشته سر فروش اینها. مادرش میگفته اهمیت ما هم به خانیمون هست، به این هست که ما خان هستیم و این همه ثروت داریم و ده داریم و اسب داریم و نوکر داریم و رعیت داریم و اینا. و اونم میگفته من اهمیت نمیدم، من پول نقد دوست دارم، میخوام پولامو ببرم بیشترش فرانسه و یه مقدارش هم تهران بذارم و اینا، و به شما هم یه حقوقی میدم در ماه. خلاصه علیرغم مخالفت شدید مادرش میره همه اموالش رو میفروشه، تمام دهات و فلان اینا رو کشف میکنه و بعد از اینکه کشف کرد میره فرانسه. 3 ماه فرانسه بوده و در اون 3 ماه این دخترش رو، این دورنا رو، مادره خیلی اذیت میکنه و مرتب به هر بهانه‌ای ایشون رو کتک میزده، اذیت میکرده، سادیستی بوده و مخالف بوده که این با چیز عروسی کنه، چون یه دختری بوده به نام انور که یکی از دخترای چیز رو از مرگ نجات داده بوده و دوست داشته که این بره و با انور میزادی ازدواج. دورنا و انور با هم آشنا میشن، انور مرتب میمد اونجا، با هم دوست میشن و بعد اینقدر دوست میشن که انور بهش میگه که با یه مردی به نام کسرا رابطه سکسی داشته. البته رابطه سکسیشون در حد به اصطلاح چیز نبوده، در حد اه، چجوری بگم اینو، physical intimacy without intercourse بوده و رابطهش اینطوری بوده. ولی خب به هر حال انور وقتی با این دوست میشه و میفهمه که این خیلی اذیت میشه توسط مادر زنه و این میگه بهش که میبرمت پهلوی یه دونه دعانویسی که یه شربت هایی داره که شربت مهر و محبت، از این میگیریم میدیم بهشون، بعد خیلی مهر و محبتشون زیاد میشه و بعدش میرن اونجا و این خرافاتی نبوده، خیلی مقاومت میکنه ولی اون بهش میگه که چیزی ضرری که نمیکنه، اینو میگیری میریزی تو چایشون میدی، اگه که اثر کرد کرد، نکردم نکرد. به هر حال اینا میرن و یک داستان مفصلی هم هست که چه جوری میرن و کجا میرسن و بعد این آدمه که به اصطلاح این دواهای شربت ها و اینا رو داشته و برای مردم دعا می نوشت، دعا نویس می گفت، میرن اونجا و یه شربتی میگیرن و برمیگردن و بعدش این میاد و در یه اوکیشنی که دست میده که یکی از دوستای صمیمی میرزا هادی رو روسا با لبه تفنگ اینقدر میزنن تا مغزش رو متلاشی میکنن و میرزا هادی حالش بد میشه، میاد خونه میفته اینا. این میگه که برات الان میرم چایی درست میکنم، اینا میره. همون موقع که توی چایی میخواسته این دواه رو بریزه، مادر زن دستش رو میگیره و بهش میگه که تو داری مرگ موش میریزی و انور به من گفته بود که تو مرگ موش خریدی که بریزی توی چای ما و ما رو بکشی و فلان و اینا. و بعدش دیگه میرزادی میاد میخواد اینو بزنه و این چون در اون موقع حامله بوده، مادره میگه نزنش، من یه بلای سرش میارم که مرغان آسمان به حالش گریه کنن. این میاد در خونهشون، چندین خونه کوچولو 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 درست کرده بودن برای کلفت نوکرا. یه کلفت داشتن به نام اسمت. این زیرزمین این یک دفمه بوده، دمناک بوده، پر به اصطلاح مولد بوده، کپک و اینا، و توش هم پر تار عنکبوت بوده، هم
مارمولک بوده و گاهی عقرب هم می آمده. میره اونجا یک تخت تاشوی کهنه به اصطلاح ریکتی میارن میذارن با یک دوشک خیلی خیلی نازک و یه پتوی پیکنیک پاره پوره شده میندازن روش و اینو اونجا حبس میکنن. 8 ماه اونجا بوده و حالاتی که برش میره حالات خیلی مفصل تو کتاب هست. و بعدش 8 ماه توی اون قفس یک بار فرار میکنه، ولی دم در زن باغبون میبینه و میگیرتش و بالاخره آزاد میشه. میاد و بعد که به اصطلاح بالاخره آزاد نمیشه، بالاخره بعد 8 ماه بچهش میخواد دنیا بیاد. بچه ها رو قابله میارن و توی اتاق خیلی مجللی این رو زایمان میکنن. بچه دنیا میاد. بچه که دنیا میاد دورنا میبینه که بچه صدا نداد اصلا. میگه چرا بچه صدا نمیده؟ میگن بهش که بچه مرده دنیا اومد، استیل بورن. و بعدش بچه رو میدن دست میرزا هادی میبره این رو که دفن میکنه. بعدش دیگه از وقتی که این ماجرا تموم میشه طلاقنامه رو بهش میدن و میگن تو دیگه هر وقت خواستی بری برو، دیگه طلاق تو دادی، آزادی، هر کاری میخوای بکنی بکن. و ایشون رو آزاد میکنن میره و دیگه ماجراهای خیلی جالبی پیش میاد. خانوادهش رو چجوری با هم دیگه صحبت میکنن و ابراز احساسات و چه داستانها و اینا. و به هر حال براش حبیب شوهر خواهرش یک آموزشگاه خیاطی درست میکنه. میرن سوسن خانم بیزینس رو میخرن، میاد اونجا میشه معلم و آموزشگاه خیاطی به اضافه خیاطی و ثروتمند میشه. دانشگاه آذربایجان درست میشه، میره اونجا درس میخونه و لیسانس میگیره و بعدش از بس دانشجوی خوبی بوده همونجا به عنوان مربی دانشگاه نگهش میدارن دیگه. هم بیزینس خیاطی داشته هم مربی بوده. بعد یه روز به طور تصادفی از خونه خواهرش آه، یه صدای ویالون میشنوه. میره از پنجره نگاه میکنه و میبینه که نیما هست. بلافاصله میدوه میره در خونه همسایه زنگ میزنه. نیما میاد دم در و بعد با نیما دوباره آشنا میشن و دوباره همدیگر رو میبینن و چقدر حرفای عاشقانه به هم میزنن و چقدر چیزای جالب. و بعدش هم فرداش اون ستا هر دوشون مرده بودن. یعنی در اون موقع اول انور میمیره از سرطان و در بستر مرگ چیز میکنه، به اصطلاح اقرار میکنه که او بوده که مرگ موش رو داده بوده، نه چیز نبوده، به اصطلاح دورنا نبوده. اون اقرار میکنه. بعد دوم میرزا هادی میمیره. میرزا هادی از بیماری سفلیس و بر اثر اون هارت اتک فوت میشه 2 سال بعدش. و بعد مادر زنه میمیره. مادر زنه وقتی میخواسته بمیره خیلی دنبال دورنا میفرسته که بره و پوزش بخواد ازش و بخشش و اینا و میگه بهت یه سری میخوام بگم و این نمیره. به هر حال مادر زنه دنا رو صدا میکنه و بعد به دنا میگه که خواهرت وقتی که بچهش دنیا آمد بچهش مرده دنیا نیامد. ما به پرستاره به ماما پول داده بودیم که ماما این تا دنیا آمد دهانشون با پارچه گرفته بود و آورده بود داده بود به اینا. اینا هم رفته بودن تهران بلافاصله از همونجا. و بعد مدتی گفته بودن انور بعد بچه گیرش اومده و برگشته بودن و اینا. و هر حال دختره رو میارن و بعد یک سرمونی عجیب و غریبیه که دختره به مادرش میرسه
و نیما و دورنا هم بلافاصله ازدواج میکنن. آخر داستان به هر حال همه چیز خوب پیش میره و در چیز اصلی هم، در داستان اصلی هم همینطوره. چون بعضی به من ایراد گرفتن که این آخرش خیلی داستان ها پرفکت در اومد از آب اینا، ولی خب من گفتم که واقعا اینطوری بوده دیگه، چیکارش کنیم دیگه. ما خواستیم که عیناً همونجور که زندگی دورنا پیش رفته، اون قسمت زندگی دورناش رو لااقل ما درست بگیم. دورنا در طی داستان به اصطلاح یک پارالل هایی داره. زندگی خودش رو، اخلاق و رفتار خودش رو، مثلا میرزا هادی رو همیشه با یوسف پیغمبر تشبیه میکنه که یوسف پیغمبر بسیار زیبا بود و اخلاقش و اینا هم خب پیغمبر بود. به هر حال اینطور که در کتاب‌های مذهبی روایت شده، از اون پیغمبرهای خیلی خیلی خوب بود که هیچ وقت اهل هیچ گونه ریا و دروغ و اینا نبود. منظورتون نیما بود دیگه، نه میرزاهادی؟ نه، نیما، بله گفتم میرزاهادی، بله ببخشید، بله نیما رو تشبیه میکنه به اون و بعدش برادران یوسف که اونو به چاه انداختن، اونا رو تشبیه میکنه به پدر خودش. این پاراللا رو میبینه که پدر خودش هم اینو انداخت تو چاه هم همون منزل میرزاهادی بود که به این بدبختی ها افتاد دیگه. یکی از خواهرای میرزاهادی به نام پگاه، این یواشکی می اومده هر از گاهی به دیدار دورنا توی اون دخمه که این بوده 8 ماه، و براش کتاب صادق هدایت رو میاره. این عاشق صادق هدایت بوده. کتاب ولگرد، سگ ولگرد همون موقع چاپ میشه و این کتاب رو میخونه و بعد 2 3 بار میخونه همونجا و بعد یه پاراللی میکشه. من کتاب سگ ولگرد رو به طور کامل ترجمه کردم، توی قالب این کتاب هست و بعد این خودش رو پارالل میبینه با سگ ولگرد، با پات، اون سگی که از یک خانواده اشرافی میاد تو برامین گم میشه و بعدش مرتب بچه ها سنگش میزنن و اذیتش میکنن و به مجبور بوده که هی فرار میکرده میرسه توی مزرعه، باز میومده برای خوراکی تو میدون ورامین و اونجا باز دوباره ابیوز میشده، اذیتش. با اون یه پارالل های با اون میبینه، مرتب هی پارالل میبینه. در یک جایی با سایه خودش تو رویا مواجه میشه و سایش خیلی باش حرف میزنه و بعد شکایت میکنه و خیلی چیزهای متعددی هست در کتاب که رویاهاش و خوابایی که میبینه و اینا. در آخرش هم میگه که وقتی که در 1969 فیلم قیصر درست شد، میگه من تقریبا هر هفته 2 3 بار میرفتم فیلم قیصر رو میدیدم، برای اینکه در فیلم قیصر اگر دیده باشید خواهر قیصر فاتی اینو بهش تجاوز میکنن و بعدش برادر قیصر فرمانخان که ناصر ملک‌بوتی باشه میره که اینا رو ادب کنه. بعد اینا با چاقو فرمانم میکشن. حالا بعد قیصر میاد و قیصر برادر این 2 نفر میره دنبال انتقام و بعد انتقام از هر سهشون انتقام میگیره و این میگه که دفعه اول که در حمام کریم رو میکشه، در اون دفعه اول برای من حس میکردم که به جای اینکه حس کنم که من فرمان هستم یا تافی هستم که بهم حس کردم که من قیصر هستم و این چیز عشق به اصطلاح ریونج. و اونجا یه پارالیلی چیز میکنه که وقتی قیصر کریم رو میکشه، این فکر میکنه که انور رو کشت. وقتی که رحیم برادرش رو تو قصابخونه میکشه، این فکر میکنه که مادر زنش رو کشت. و وقتی هم که در آخر منصور رو توی ایستگاه راهن اونجا میکشه، این فکر میکنه که
میرزا هادی رو کشت و این فیلم هی میبینه و هی در، یعنی این مسئله روانی این خودش تحلیل میکنه که این داستان زندگیش چجوری بقیه با وجود اینکه خوشبخت شد دخترش رو پیدا کرد و نیما رو پیدا کرد و تحصیل کرده شد به اون حدی که پدرش آرزو داشت، لیسانس گرفت و در دانشگاه معلمی میکرد، با وجودی که همه اینا رو داشت و کلی هم نوه بعدم گیرش اومد و اینا، ولی هنوز یک خوره‌ای بود، همون خوره‌ای که در بوفه کور هست که میگفت روح آدم رو میخوره و از بین میبره. و بعد در این حال داستان قیصر رو تعریف میکنه و تحلیل‌های خیلی جالبی داره خانم دورنا. به هر حال این داستان اینه، ولی خب البته اهمیت چیز میگه که خودگویی و خودخندی، به به چه هنرمندی. من نباید از کتاب خودم تعریف کنم، ولی اه، اصل مطلب اون حواشی ها هست و اون اتفاق، اون فکرها، اون کانورسیشن ها، اون حالات زنانه و سنشوالی که دورنا تعریف میکنه، عشق بازی ها. و بعد آخر داستان هم مقایسه میکنه عشق بازی با نیما رو با عشق بازی با میرزا هادی و نتیجهش البته میتونم بخونم براتون که نتیجه که خیلی زیاد نیست، یه چند خطه فقط، ولی صفحهش رو باید پیدا کنم. بله میگه sex with Mirza Hadi was mechanical. It was all about techniques that maximize pleasure. Even though it led to the birth of Parla, another love of my life, it never was anything more than a means to fulfill sexual desire. However, sex with Nima is the expression of our mutual feelings for each other. It is true lovemaking. It is the mystical union of two bodies with one soul, the state of being unified, the oneness of Nima and I. With Nima, sex is a lot more than a physical activity. I gave him all that I have, and while having sex, I feel like I am floating on air. The joy of our sex goes even beyond unifying us and way beyond sensual pleasure. It produces a sense of merging with the universe. اینم در آخر که به اصطلاح این در تمام طول داستان این بحث رو میکنه که سکس با عشق، سکس بدون عشق، اینا، و بعد آخر سر این نتیجه کلی که میگیره اینا. بسیار خوب. بله این خیلی داستان ممنون. ما بود. خواهش ممنون از ارائه کتابتون. خواهش میکنم. داستان خیلی دراماتیکی بود. از اول تا آخرش پر از ماجرا بود. بله خیلی ماجرا داره و خیلی جالبه و جالبتر اینه که این اتفاقات خیلی هاش افتاده، حالا یا در زمانهای مختلف افتاده یا اتفاقا سوال من بود که میخواستم بپرسم که چون داستان بر اساس یه ماجرای واقعیه، میخواستم ببینم چقدرش مطابق واقعیته و چقدرش از تخیل خودتونه. خیلی از حاشیه ها و فکرهایی که اینا میکنن و کانورسیشن ها و دریم هاشون و اینا همش از تخیلات من است، ولی خط اصلی اتفاقات، چون این اون چی که مردم میدونن از این ماجرا، اون اقوام، اون خانمی که به اسم دورنا هست تو این کتاب،
همون اتفاقایی که افتاده، مثلا این یه ثروتمندی بوده و بسیار بسیار زیبا بوده و خیلی هم بچه زرنگی بوده، مدرسه میرفته فلان اینا، بعدش به یک موسیقی دان عاشق میشه و بعدش هم معلم موسیقی پدرش نمیده و بعد این میاد زن میرزا عادی میشه. میرزا عادی هم یه آدم عیاشی بوده که در تمام تبریز شهرتش اصلا به عیاشی و بعضهای شبانه با مردا و اینا و همش با خانم های مختلف بودن و فلان و اینا و بعد اینجور چیزا. خب ایناشو فقط اینا میدونن دیگه، بقیهشو دیگه اینا. اینکه میره پاریس با یک زنی به نام آیریس کاگلین مدتی زندگی میکنه در حالی که زن داره و اینا و این چیزها، خوب چیزهایی هست که اتفاق افتاده واقعا. و طبق بعد واقعیت. مهمترین قسمتش که خیلی منو جلب کرد در اولین چیز این بود که این خانواده حشمت میرزا این رو در یک دخمه وحشتناکی 8 ماه زندان کردند و به مهم. خانواده دورنا گفتن که این میرزا هادی اینو برده فرانسه که بچهش در فرانسه دنیا بیاد. اینه که اونا هیچ سراغ این نیامدن، یعنی فکر میکردن که دورنا رفته فرانسه و اونجا میخوان بچهشون دنیا بیاد و فرانسوی به اصطلاح پاسپورت فرانسوی داشته باشه something like that.